بهره تامین اجرای قرارهای پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره چاره‌های حفظ اهالی و حدودها را از حالت‌های فوق‌العاده وابسته به حادثه‌های خطرناک گیدرومتئورولوژی و روندهای گیولوژی و درباره چاره‌ها آید به منبع تکمیل دادن نظام حفظ ابیکت‌های آب در ناحیه سوخ از جانب شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه کارهای نظررس انجام داده می‌شوند. معلوم که با فرارسی فصل بهار و اندک گرم شدن حرارت هوا یا در نتیجه بارشات شدید در ناحیه سوخ که از چهار طرف با کوههای سربفلک احاطه شده است خف آمدن سیل وجود دارد. از این رو هر سال با سعی و ابتکار شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه در منطقه‌های کوهی مشق‌های مخصوص تکتیکی گذرانیده شده سیل‌روها توزیع کرده و اطرافشان مستحکم کرده می‌شوند. این دفعه چنین چاره‌بینی در جمعیت شهروندان محلی دیوایران تشکیل کرده شد. به این کار 11 نمود تکنیک‌های زمانوی جلب کرده شده. در این جریان زیاده از 47 نفر خادمان خدمات‌های فوق‌العاده و اهالی محلی شرکت ورزیدند. So'x tumani Devayron mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi asosiy Devayron sel yo'lida o'zanlarni tozalash va qurg'oqlarni mustahkamlash ishlari amalga oshirilmoqda. هدف از تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها محافظه نمودن شهروندان از آفت‌های طبیعی میباشد، زیرا آفت طبیعی این دشمن بی‌زبان بوده در وقت دلخواه بدون آگاه ساختن ما و شما حمله می‌کند. از این جهت انسان باید همیشه به چنین حالت‌ها آماده باشد. برای محافظه نمودن شهروندان از آبخیزی و سیل بر این آفت‌های طبیعی در ناحیه سوخ هر سال سیل‌روها پورا توزیع کرده می‌شود. محلی دیوایران نیز در دامان کوه جایگیر شده. سال‌های پیشین سیل خیلی شدید آمده است و میدان‌های کشت و خاندان اهالی این حدود از آن آسیب کلان دیدند. از این رو 2 سال قبل در دهه سیل‌روی مستحکم بنیاد کرده شد و به خطر اهالی تامین گردید. چنین چاره‌بینی‌ها در دیگر محله‌های ناحیه سوخ نیز تشکیل کرده می‌شوند. Hidrometeorologik hodisalar va favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish